امیر پارسا برنجی هستم. هدفم اینه که یه فوتبالیست ماهر شم و جام جهانی آینده رو بگیرم. مرسی. محمد حسین هاشمی هستم. به خاطر اومدم فوتبال که چون می‌خواستم فوتبالیست حرفه‌ای بشم. مرسی. سلام، من یزدان رمضانی هستم. من دلیل اومدنم اول تفریح بود، به خاطر اینکه داخل تابستون دوستان سردم. بعد از اینکه با مربی آقای سعید آشنا شدم نظرم تغییر کرد و دوست دارم فوتبالیست خیلی خوبی شم و همینطور بهترین گلر توی ایران. من محمد پارسا برنجی هستم. اول اصلا نمیخواستم فوتبالیست شم، میخواستم گلزیگی شم و چون چند بار بازی کردم به این رشته علاقه‌مند شدم. تو پرسپولیس بری؟ مرسی. سلام، من ایلیای حنیفه زاده هستم. من اومدم توی این رشته که بخوام فوتبالمو بهتر کنم. من از 6 سالگی عاشق فوتبال بودم و میخوام فوتبالم بهتر کنم که برم تو تیم نوجوانان پرسپولیس. آفرین. فقط نوجوانان، بزرگسالان نمیخوای بری؟ خب میرم تو بزرگسالان هم میرم. آفرین. من کیان رشون هستم. به خاطر علاقه به رونالدو فوتبال رو شروع کردم و من دوست دارم برم داخل پرسپولیس. آفرین. الان من عیسی قاسمی‌آژی هستم. میخوای کجا بازی کنی؟ میخوام داخل تیم منچستر سیتی بازی کنم. آفرین. سلام، من آرتور کفرزاده هستم. میخوام داخل تیم منچستر یونایتد بازی کنم. آفرین.